من میروم با انگلیسی چی میشود؟ I go. در درس دیگه گفتم که در present simple اگر جانشین های he she it باشد در آخر فعل s همراه میکنیم. He works, she comes. لیکن اگر فعل با o s sh یعنی ش ss ch چ x و z با آخر است پسوندی es میگیرد. او پسر میرود. He goes. او دختر میرود. She goes. او دختر تلویزیون تماشا میکند. She watches TV. وقتی که فعل با حرفی y با آخر است و پیش از حرفی y هم صدا باشد با جای حرفی y حرفی I گذاشته es همراه میکنیم. مثال fly flies می شود. او پسر پرواز میکند. He flies. try tries می شود. و دختر کوشش میکند. She tries. اگر فعل با حرفی y با آخر است و پیش از حرفی y صدانک باشد پسوندی s همراه میکنیم. مثال pay pays می شود. play plays می شود. همه این قاعده ها با جانشینی he she it در زمان present simple جمله خبری داخل دارند.